هدف از آفرینش چیست؟ یکی از مهمترین سوالی که بر ذهن انسان‌ها جای دارد این است که چرا الله سبحانه و تعالی این دنیا را آفرید و چرا ما در این دنیا هستیم. اکثر مردم حتی به این فکر هستند که ما در این دنیا برای لذت‌های دنیوی آمده ایم و حتی اندکی به این توجه ندارند که بعد از زندگی چه سرنوشتی خواهند داشت. الله سبحانه و تعالی در این مورد در سوره مؤمنون آیه 115 می‌فرماید: آیا می‌پندارید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به نزد ما بازگردانیده نمی‌شوید؟ الله سبحانه و تعالی به ما هشدار می‌دهد که بازگشت البته به سوی اوست. این بدون معنی است که هدف در کار است. دلیل وجود دارد و ما باید متوجه آن باشیم. این دلیل چی است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره طلاق آیه 12 می‌فرماید: این الله است که 7 آسمان و مانند آنها زمین بیافرید. فرمان او میان آسمان ها و زمین جاری است تا بدانید که الله بر هر چیز قادر است و به علم بر همه چیز احاطه دارد. جواب: این چی مفهوم دارد که الله سبحانه و تعالی 7 آسمان و زمین را بیافرید؟ یعنی ما بدانیم که او قدرتمند و بر همه چیز عالم و آگاه است، یا با جمله کوتاه او مخلوقات را خلق نمود تا شناخته شود. من میگویم که یک انجینیر هستم. چه کسی این را قبول خواهد کرد؟ البته هیچ کس، تا اینکه محصول کار انجینری ما را نبینند. پس برای اینکه همچون انجینیر شناخته شوم باید کسی باشد که تا شاهد محصول کار من باشد. در غیر این صورت این به معنی است که بگویم انجینیر هستم. خوب، ما میدانیم که الله سبحانه و تعالی خالق است. خالق یعنی کسی که خلق میکند. بنابراین خالق بدون مخلوق خالق گفته نمی شود. پس الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرد تا اینکه همچون خالق شناخته شود. برادران و خواهران، باید در خاطر داشت که او یگانه ذاتی است که از هیچ خلق میکند. مثلا یک استا از چوب و تخته و میخ کرسی و یا میز میسازد، اما چوب و یا تخته محصول درختی است که آن را استا خلق نکرده است. استا نه آفریده است و نه به واسطه بشر خلق گردیده است، بلکه الله سبحانه و تعالی خلق کرده است. این چنین میخ هم محصول آهن است، آهنی که از سنگ گرفته شده است که باز سنگ در نوبت خود مخلوقی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است. پس تمام محصولاتی که انسان میسازد یعنی که خلق میکند وابسته به اشیا و یا الیمنت مخصوص میباشد که آن را الله سبحانه و تعالی خلق کرده است. بنابر این نوع خلقت یعنی آفرینش که چیزی را به کمک چیزی دیگری درست کنیم محدود است. آفرینش نهایی و حقیقی که چیزی از هیچ به خود بیاید آفرینشی است که هیچ کس بجز الله سبحانه و تعالی قادر به آفرینشش نیست. و یا در مثال دیگر میگوییم که زمین بزرگ است، مگر این ناممکن است که بگوییم زمین بزرگ است جز این که چیزی خردتر از آن وجود داشته باشد. اما اگر ماه در کنارش باشد قبول کرده میتوانیم که زمین بزرگ است. پس برای فهمیدن این که زمین بزرگ است بدون موجودات خردتر چون ماه و یا چیزی دیگری بغیر از زمین، الله سبحانه و تعالی بزرگ است. پس باید مخلوقات خردتر باشند تا در مقایسه با آنها بزرگی الله سبحانه و تعالی درک شود. مثالهای زیادی نشان دهنده آن هستند که هدف آفرینش ما شناخت الله سبحانه و تعالی است. یعنی که الله سبحانه و تعالی خلقت آفرینش را آغاز کرد تا شناخته شود و از بین تمام مخلوقاتش انسانها و جنها را مورد آزمایش قرار داد، چون ما یگانه مخلوقاتی هستیم که دارای قدرت فکررانی می باشیم. یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای قدرت تفکری بهتری است. بهتر الله سبحانه و تعالی را شناخته می تواند. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کلمه لیعبدون به معنای عبادت کردن است. کلمه لیعبدون به معنای عبادت کردن است. عبادت چی کسی؟ کسی را که عبادتش میکنیم ما باید او را خوب بشناسیم. یک شخص عاقل و دانا کسی را میپرستد که بهترین، قدرتمندترین و شایسته و لایق پرستش یعنی عبادت کردن باشد. پس چنین ذات چه کسی بوده میتواند؟ مشخصا خالق وجود دارد که شایسته و لایق شناخت است و آن خالق شایسته آن است که عبادت کرده شود، چون و یگانه کسی است که حق دارد قانونگذاری کند و حکم نماید و به واسطه انسان که دارای فهم بالا است مورد اطاعت قرار گیرد.
و یقینا آن خالق شریک ندارد و نیازی کسی در برابرش قابل مقایسه نیست. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.